عرض ادب و احترام خدمت تمامی دوستان گرامی ایستگاه کوچک چکمه‌جه پیاده میشید، چه با مترو مارمارا چه با متروبوس میاد ساحل مناقشه 2. اینجا امکاناتی نظیر بلتور هستش اون سمت و یه ساحل زیبایی که شهرداری اختصاص داده برای خانواده هایی که در بخش اروپایی استانبول ساکن هستند. دوستان گرامی، برای اینکه از امکاناتی نظیر رختکن و دوش استفاده بکنید باید از استانبول کارت استفاده بکنید و این بخشی که وجود داره رو میتونید داخلش بعد از کشیدن کارت که 2 تا کم میکنه از کارت استفاده بکنید. آرزوی بهترین ها رو دارم، امیدوارم مفید بوده باشه این ویدیو. یا حق